هر خط این کتابو که می نوشتم به تو فکر می کردم و دعا می کردم این باور توی اعماق ذهنت قوت بگیره که تو مهمتر از اون چیزی هستی که فکر می کنی. دلم میخواد این نه فقط به عنوان یه ایده توی ذهنت یا یه احساس توی قلبت، بلکه مثل یه حقیقت قابل لمس توی گوشه گوشه زندگیت نمود پیدا کنه و تا رسیدن به یه زندگی لبریز از عشق متوقف نشی. سعی میکردم تو رو موقع خوندن این کتاب مجسم کنم. شاید توی خلوت شب، شایدم تو جمع آدمایی که هر کدومشون یه داستانی دارن. راستش نمیدونم چند سالته. نمیدونم مجردی یا متأهل. از زندگی راضی هستی یا دلزده و خسته‌ای. آسیب دیده‌ای یا خودتو از نو ساختی. اما اینو میدونم که اگه دوست داری یه زندگی متفاوت داشته باشی، این میتونه فصل مشترک ما باشه. من تا حالا کتابای زیادی نوشتم، اما این یه چیز دیگه است. برای اولین بار و با یه جور تردید قرار شعرها و افکار خیلی شخصیمو روی کاغذ بیارم. میدونی، منظورم چیزاییه که فقط مال خودم بودن، برای خلوت خودم. حس میکنم روی کاغذ آوردن شخصی ترین افکار و احساساتم، اونم وقتی میدونم قرار دیگران همشو بخونن، واقعا کار سختیه. گاهی با این فکرات ته دلم میلرزه و یه جورایی احساس حقارت میکنم. نوشتن نثر یه تجربه متفاوته، اما شعر مستقیما از اعماق دل بیرون میاد، از همون جایی که پیام اصلی این کتاب اومده. از تاریکی‌ها، از نورها، از جاهایی که هیچ کس ندیده ولی من زندگیشون کردم. تو این کتاب قراره چیزایی رو باهات در میون بذارم که حاصل یه سفر طولانیه. سفری به درون، به اعماق روح و قلبم. تو این کتاب به منابع زیادی اشاره نشده. ارجاهای علمی و تیترهای پرطمطراقم نداره. چیزی که اینجا پیدا می‌کنی دفترچه یادداشت منه. یه مکاشفه است، لمس یه زندگیه. همونطور که گفتم هیچ وقت همچین کتابی ننوشته بودم، ولی به تک تک کلمه‌هاش ایمان دارم. همینطور به تأثیری که میتونه روی تو، من و زنای دیگه‌ای مثل ما بذاره. برای همینه که تصمیم گرفتم بی پرده باهات حرف بزنم. حتی چیدمان مطالب این فصل‌ها هم یه جورایی نشون میده که درباره منه. این کتاب 21 فصل کوتاه داره. بعضیاشون به هم گره خوردن، بعضیاشون هم مستقلن. اما همشون تکه‌ای از یک پازلن، از یک قصه زنونه. آخر هر فصل چند تا سوال مطرح کردم که امیدوارم کمکت کنه فکر کنی، جمع‌بندی کنی و اینکه بتونی صدای خودتو بشنوی. میخوام دعوتت کنم که بیای و با من همراه شی، که با هم بریم دنبال پیغامی که من همه عمرم دنبالش بودم و میخوام همین اول راه اون پیغامو بهت بگم، چون این پیغام مثل یه قطب نماست. همینطور که توی پیچ و خم فصلها جلو میریم، همینطور که فکر میکنیم، مکث میکنیم، گاهی شوکه میشیم، گاهی لبخند میزنیم، این پیغام نگهمون میداره. پیغام اصلی من اینه: تو همینطوری هم داری تفاوت ایجاد میکنی، چه بدونی و چه ندونی. حالا هرچی بیشتر درباره تفاوتی که ایجاد میکنی بدونی، قدرت اون تفاوت بیشتر میشه. شاید بپرسی و البته کاملا هم منطقیه که بپرسی: خب لسلی دقیقاً منظورت چیه؟ کاش میشد همین حالا توی کافه کوچیک روبروی هم بشینیم، یا حتی پشت میز آشپزخونت، توی یه عصر معمولی یه فنجون قهوه دستت باشه و من برات بگم چطور با تک تک ذرات وجودم به این باور رسیدم. در واقع همین حالا هم داریم با هم حرف میزنیم. فقط فرقش اینه که این گفتگو فعلا یه طرف است. ولی ازت میخوام که وقت بذاری، با حوصله بخونی.
میدونم که ممکنه زن پرمشغله‌ای باشی و لابلای کارهای روزانت چند صفحه‌ای از کتابو بخونی. اما اگه میتونی یه خودکار و یه دفتر کنار دستت باشه. بنویس. زیر جمله ها خط بکش. فکر کن. کتابو ببند، دوباره برگرد. سوال کن. حستو بنویس. نظرتو بنویس. به زبون ساده دلم میخواد این کتابو به روش خودت بخونی. برای خودت. نه فقط واسه اینکه تمومش کنی. واسه اینکه بفهمی چقدر با اهمیت و تاثیرگذاری. و یه چیز دیگه. ممنونم. ازت ممنونم که هستی. که میخونی. که دل میدی. این حرفا فقط یه سری اطلاعات خشک و رسمی از یه نویسنده نیست. بلکه یه گفتگوی خودمونی بین دوتا زنه. واقعاً از شوق و اشتیاقت برای ایجاد این تفاوت از ته دل ممنونم. قدردان تو همه کسایی هستم که تو این سفر به اعماق وجود همراهیم میکنید و بابت چشمانداز روشنی که جلومونه کلی هیجان زدم. پس یه بار دیگه با جون و دل میگم مرسی که هستی. بیا با هم شروع کنیم.